برای مهدی شیری، او هم در نیمه دوم پای به میدان گذاشت. هاشم نژاد پاسش رو میندازه، در بین ارتباط قطع شد. دوباره خود هاشم نژاد، فرصت برای تراکتور و گل با سرعت بالای خودش حرکت میکنه، میخواد یه ضد حمله دیگر رو تدارک ببینه. خود هاشم نژاد، پاس برای حسین زاده و ضربه و گل دوم دروژده. حالا باید پنالتی زده بشه در جهت خلاف و توپی که وارد دروازه شد یکی از گل‌ها رو جبران میکنه. هادی حبیبی نژاد زنده گل برای تیم چادرمری اردک میخواهد گرفت. بله، اعلام پنالتی برای تیم تراکتور. حالا داور اجازه زدن ضربه رو میده. تومیسلاو و توی دروازه